سرخط خبرها قرب روبل از 150 سومونی هم بالا رفت. هشدار کارشناس از تهدید طالبان به تاجیکستان و کاهش عملیات جنگی در اوکراین. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم همگی در کمال عافیت هستید. با برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز 30 مارس است. در بانک های تاجیکستان قرب پول روسی به نشان دهنده های اولش برمیگردد. بنا به نشانداد بانک ملی صبح امروز 30 مارس قیمت 1000 روبل روسی در بازار پولی کشور 151 سومانی و 60 درم مقرر شده است، در حالی که یک روز پیش برای 1000 روبل 139 سومانی و 30 درم میدادند. بلند رفتن قرب روبل را بیشتر از همه مهاجران کوری انتظار بودند که به پیوندان خود به تاجیکستان مبلغ بفرستند. چند هفته قبل نرخ روبل به طور رکوردی پایین رفته در بانک های تجارتی 1000 روبل روسی را حتی به 80 و 90 سومانی هم عوض می‌کردند. مهاجران تاجیک سالانه به کشور حدود 3 میلیارد دلار می‌فرستند. این پول برای اقتصاد تاجیکستان به خصوص تامین امنیت اجتماعی مهم خوانده می‌شود. روسیه میگوید تصمیم گرفته است که فعالیت‌های نظامی خود را در اطراف کییو و شهر چرنیهوف واقع در شمال اوکراین به طور قابل ملاحظه کم کند. تصمیم روز 29 مارس پس از مذاکرات روبروی هیئت‌های اوکراین و روسیه در استانبول صدا داد. معاون وزیر مدافع روسیه الکساندر فومین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مسکو انتظار دارد کییو در پاسخ به اعلام کاهش عملیات روسیه تصمیم میگیرد. وی افزود تفصیلات درباره نتیجه مذاکرات استانبول پس از بازگشت هیئت روسیه به مسکو اعلام خواهد شد. روسیه روز 24 فوریه امسال بر اوکراین حمله کرد. روسیه این حمله خود را عملیات ویژه نظامی میخواند، اما کییو آن را تجاوز به تمامیت ارضی خود میداند. تحلیلگران میگویند احتمال تا آخر سال 2022 شماره جاهای کاری در اقتصاد روسیه میتواند تا 2 میلیون کم کرده شود. بنابراین سطح بیکاری در کشور از 4.4% فعلی تا 7.1 یا 7.8% افزایش خواهد یافت. این پیشگویی را مرکز تحقیقات استراتژی انجام داده است که نشریه کامرسانت به نشر رسانده است. بنا به انتظاری‌های تحلیلگران شغل در روسیه را اصلاحات ساختاری در پیش است. گفته می شود حکومت روسیه تا حال برنامه رشد وضع در بازار مهنت و همچنین پیشبینی مجموع محصولات داخلی برای سال روان را پیشنهاد نکرده است. بنا به آمار وزارت مهنت روسیه کارفرمایان قصد دارند همگی 50,000 نفر را اخراج کنند. فعلا حدود 14,000 نفر دیگر در رخصتی بیمزد قرار دارند. در همین حال قید شده است که اگر تجدید ساختار بازار مهنت روسیه صورت بگیرد آن به موقع نیروی کار خارجی تاثیر نمی رساند. خروج کارگران خارجی تا حال از جانب وزارت مهنت و وزارت ساختمان ثبت نشده است. ضمناً پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه که در پاسخ به حمله جاری شدند، مهاجران تاجیک گفتند از یک طرف طلبات به کارشان کم شد و از جانب دیگر معاششان به حساب سامانی کاهش یافت. بینندگان عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه به ما نویسید که کار و زندگی شما در روسیه چگونه است. در ادلیب ولایت دورافتاده سوریه و یکی از منطقه هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، با مشاهده رویدادهای اوکراین ساکنان میگویند مسکو از همان شیوه های استفاده میکند که در سوریه میکرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی ها را سرنوشت آنها انتظار است. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصف از ساکنان آن مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می‌بردارند. در آغاز اعتراض‌های بهار عرب در سال 2011
آنها همین آرزو را داشتند، آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ما نمیتوانیم حالت را پررد تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خنکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند. نجات بخشان میگویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بیرحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمام شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه‌ای که در اوکراین روی می‌دهد میگویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. تأثیر بمب‌های خوشه‌ای تا هنوز دیده می شود. کودکان می توانند آن را بازیچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده است. روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بیخانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند. خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود. او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب‌های مردم گناهکار می‌داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری‌ها عیبدار می‌کند. در پسمانظر جنگ میان روسیه و اوکراین یک کارشناسی روس از حمله طالبان به تاجیکستان هشدار داده است. ایگور سیمیولوس راهبر مرکزی مطالعات شرق نزدیک در صحبتی که توسط شبکه 24 پخش شد تخمین زده است که نیمه دوم ماه اپریل طالبان به تاجیکستان حمله خواهند کرد. سیمیولوس شرح داده است که در منطقه نیروهایی هستند به خصوص طالبان که میخواهند حضور خود را در آسیای مرکزی گسترش دهند و تاجیکستان کشوری کلیدی برای دریافت ذخیره ها است. او گفته است که وابسته به آنکه روسیه چگونه ضعیف می شود و نیروها از آسیای مرکزی به جبهه اوکراین چگونه انتقال داده می شوند و شمار آنها کاهش می یابد، البته این احتمال افزایش می یابد که طالبان به اجرای عملیات فعالانه در این سمت آغاز کنند. با تاکید او تاجیکستان نمی تواند با طالبان مقاومت کند و یگانه کشوری که در منطقه می تواند طالبان را باز دارد ازبکستان است. بنابراین رشد حوادث از تصمیم آنها وابسته است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در ماه آگوست سال 2021 طالبان قدرت را به دست گرفتند ولی تا حال هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرومان بقاداده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بخبر نمانیم. 30 марти соли 1993 дар шароити то охир нокушода ду ҷангсолори бераҳмтарини фронти халқӣ Сангак Сафаров ва Файзалӣ Саидов кушта шуданд. куштори мармӯзи ду қумандони як ҷабҳаи сиёсӣ ки аз ҳукумат ҷонибдорӣ мекарданд дар хонаи Файзалӣ Саидов дар ноҳияи Калинин сарбанди имрӯзаи вилояти Хатлон рух дод. додситони Кул Бобоҷон Бобохонов он замон гуфт онҳо ҳамдигарро куштанд, вале маълум нест ки сабаби ихтилофи байни ду қумандон чӣ буд.
30 марти соли 1999 дар душанбе Сафарали Кенҷаев, раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон ва аз муассисони фронти халқӣ ва бунёдгузори ҳизби социалист ба қатл расид. Ширкатдори фаъоли ҳодисаҳои сиёсии солҳои 1990 ва ҷонибдори ҳукумат дар як сӯиқасд дар синни 57 солагӣ кушта шуд. куштори Кенҷаевро чун занҷирае дар террори шахсиятҳои шинохта арзёбӣ карда, то ҳол асрори қатли ӯ нокушода мемонад. охири моҳи марти соли 2007 дар як ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон қарор шуд, ки кӯҳнатарин мактаби олии кишвар, донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, нависанда ва сардафтари адабиёти шӯравии тоҷик гузошта шавад. донишгоҳ соли 1931 таъсис шуда, аввал ба номи адиби рус Тарас Шевченко буд ва аз соли 1991 давоми 16 сол ба номи Қандилҷураев, донишманди тоҷик. донишгоҳи омӯзгорӣ муҳимтарин муассиса барои тарбияи педагогҳо барои муассисаҳои таълимии Тоҷикистон шумурда мешавад. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ 151 сомонӣ ва 60 дирам, 100 доллари амрикоӣ 1296 сомонӣ ва 100 евро 1441 сомонӣ ва 15 дирам аст. бинандагони азиз, расидем ба поёни барнома. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.